ترقیات شریعت اسلام ضد نیست برادرای عزیز. بعضی تاجیک ها دینی مقدس اسلام رو تنقید میکنن، میگن که یا دینی پسمانده یا دینی عقیب مانده، میگن نعوذ بالله. البته این سخن ها انسان از دایره اسلام بیرون میبرارد. دین مقدس اسلام هیچگاه ضد ترقیات نیست، ضد ضرر هست. ببینید وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجدشان برآمد میکردن، به یک درخت خرما تکیه میکردن. درخت خرما، تنه درخت خرما نصفش در زمین بود، باقی ماندهش بریده بود. به همان تکیه میکردن در برآمدهاشون، به درخت خرما تکیه کرده برآمد میکردن. یک زن آمد گفت که یا رسول الله، اگر شما اجازت فرمایید من یک غلامی نجار دارم، یک غلامی دوریدگر دارم، برای شما منبر راست کند، منبر سازد کند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم از فلان چوبی درخت جنگل ها را ذکر کرد، اجازت دادن. و از این راست ایستاده سخن کردن، به بالای منبر برآمده سخن کردن الکی پیشروی هست، ترقیات هست. چون که وقتی که به بالای منبر میبراین، هم پیامبر صلی الله علیه و سلم را میبیند، هم آوازشون به دورتر میرد. خودی کلمه منبر از کلمه نبرون گرفته شده، معناش آواز است، یعنی آواز بلندتر میرسونه. در زمان ما یعنی که بلندگویک ها، این ترقیات از پیشروی زمان است و علما اینه قبول کردن. در مسجد هاشون همین که برآمد خریده آمدن و من با در زمان های مکمتر با تغییر داد. پیشتر میکروفون های کلان و سیمدار بود، حاضر به سیم هست. یعنی که ترقیات شریعت قبول میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم منبر فرمودن، از 3 زینه عبارت بود و بالای 3مین زینه اش برآمده صحبت میکردن. وقتی که در جنگ احزاب علیه که همگی مسلمان ها پیر و جوان 1,500 کس بودن، بر این مدار پیرزن ها، موی سفید ها، کودک ها، جنگاور ها، همه 1,500 کس بودن. 10,000 نفر مشرک ها همراهی یهود و نصارا جمع شدن، بنابراین احزاب نامیده شدن، گروه ها یک شدن علیه اسلام. 10,000 نفر لشکر کشیدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که این خبر آمد با صحابگان مشورت کردند و در آنجا سلمان فارسی وجود داشت که این شخصیت از مردم فارس بود، فارسی زبان بود، همچون جستجوی حقیقت به مدینه آمده بود. در کتاب‌های یهود و نصرانی ها، روحانهای آنها، پیشواهای آنها خبر دادند که آخرین پیغمبری آخر زمان از یک جای خرمزار میبرد، آمده در مدینه زندگی میکرد. بعد وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد، اسلام قبول کرد. خلاصه این که مردمی فارس بود و مردمی فارس امپریه داشتند، از این مردمی جزیره عرب پیشرفت بودند، در آن زمان ترقی کرده بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم مصلحت پرسیدن چیکار کنیم؟ 10,000 نفر ضد 1,500 کس لشکر کشیده است. بعد حضرت سلمان فارسی گفتن که یا رسول الله، این اذا خفنا عدوا تخندقنا. یا رسول الله، ما اگر از دشمن ترسیم خندق میکفتیم. ما مراد فارس ها، مردم فارس ها، اگر از دشمن ترسیم، دشمنی بدواهیمه باشد، در بین ما و بین دشمن خندق میکفتیم. خندق یک چقریه که اسب جهیده نمیتوند، اگر که جهید میافتد و وقتی که افتید دیگه برآمده نمیتوند. چقریش هم خیلی چقر است که برآمده نمیتواند، برش هم همین قدر است که گذشته نمیتواند جهیده. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه ها رو امر کردن خندق کافتن. این ترقیات بود، یعنی پیشروی از یک کشوری دیگر، پیشروی را در مسئله جنگ آموختن. وقتی که پیشنهاد کرد قبول کردن. یعنی شریعت ضد پیشروی نیست برادرای عزیز، شریعت پیشروی را قبول دارد.